سلام. باور میکنید که این یک باقلواییه که با عدس درست شده و دستور پختش رو توی کتاب آشپزی دوران صفوی پیدا کردم و برام خیلی جالب بود. گفتم که درست کنم تا شما ببینید و انشالله که دوست داشته باشین. یه چیز متفاوت بود. اونجوری که گفته بود نونهای نازک رو سرخ کردم و گذاشتم کنار. توی دستور پخت این عدس رو نوشته بود که خیلی ساده نوشته بود بپزین، ولی من خودم بهش عرق بیدمشک، شکر و هل اضافه کردم و یه ذره نمک که احساس کردم خب یه مقدار بیشتر طعم میگیره. بعد لهشون کردم گذاشتم کنار و بعد داخل اون مایتابه‌ای که میخواستم و کفش رو چرب کردم، لایه لایه از نون نازک سرخ شده و عدسایی که درست کرده بودم له کرده بودم رو هم دیگه گذاشتم و بعد گفته بود که ترکیب آب و عسل، البته اون مقداری که اون گفته بود من خیلی کمتر ریختم و کم شیرین بود نسبتا و زعفرون خودم اضافه کردم و به جای روغنی که گفته بود کره ریختم و اینو گذاشتم روی شعله ملایم حدود 45 دقیقه و بعد همونجور که گفته بود توی دیس چینی برش گردوندم و روش رو با پسته و بادام تزیین کردم.